امروز میخوام در رابطه با دیدگاه تحلیل رفتار متقابل، تحلیل تبادلی، Transactional Analysis یا TA براتون صحبت بکنم. قبل از اینی که بحث رو شروع بکنم چند تا سوال ازتون میپرسم. شاید تا حالا یه روز صبح از خواب بیدار شین، احساس کنین که چقدر حالتون خوبه، چقدر سرحالین، چقدر همه چیز رو دوست دارین، انگار همه چیز با شما میخنده، انگار شما به همه چیز لبخند میزنین. چه روز خوبیه نه؟ همه ما تجربه چنین صبح قشنگی رو داشتیم. دلمون میخواد تا شب این احساس رو حفظ بکنیم. دلمون میخواد همه عمر این احساس رو داشته باشیم. درست چند ساعت بعد یه موضوعی پیش میاد که حال ما رو میگیره. عصبانیمون میکنه، خشمگین میشیم، سر اطرافیانمون داد میزنیم، گاهی وقتا به خودمون بد و بیراه میگیم. اون موقع احساس میکنیم امروز اونقدرام که ما فکر میکردیم روز قشنگی نیست. رو به عصر که میریم احساس میکنیم که چقدر آزرده ایم، چقدر غمگینیم، چقدر دلمون گرفته. گاهی وقتا با بغض میخوابیم، شاید گریه هم میکنیم. آخر روز با خودمون فکر میکنیم که چی میشد اگر همه روزمون همون جور قشنگ و زیبا و لذت بخش باقی میموند. حالا چند تا سوال دیگه طرح میکنم. شده یه روز از خواب بیدار شین، احساس کنین که چقدر همه مهربونن، چقدر خود شما مهربونین، چقدر هر چی میخواین درست پیش میره، چقدر ارتباطتون با دیگران مطابق میلتون پیش میره، هر چی میخواین انجام میشه، اطلاعاتی بخواین بگیرین، چیزی رو بخواین بپرسین، همه اینا درست بر وفق مراده. چند ساعتی که میگذره یه موضوعی پیش میاد، از دست طرف مقابلتون عصبانی میشین، ممکنه سرش داد بکشین، ممکنه اون سر شما داد بکشه. بعد احساس میکنین نه، رابطه اونقدرام که فکر میکردین کاملا درست نیست. گاهی وقتا با خودتون فکر میکنین که چی شد که رابطمون اینجوری شد. ممکنه با همدیگه بجنگین، با هم دعوا بکنین، از همدیگه قهر بکنین، عصبانی بشین و یا صحنه رو ترک بکنین. خودتون رو سرزنش بکنین یا دیگران رو سرزنش بکنین. همه ما چنین تجربیاتی رو داشتیم. بارها و بارها از خودمون پرسیدیم چی میشه که حالتهای ما اینقدر تغییر میکنه؟ چی میشه که رفتار دیگران اینقدر با ما متفاوت میشه؟ نظریه تحلیل رفتار متقابل در واقع دیدگاهی هستش که به این سوالات پاسخ میده. با یادگیری این دیدگاه ما میتونیم تحلیل درستی از روابط درونی خودمون با خودمون، احساساتمون، حالتهامون، رفتارمون و افکارمون داشته باشیم. در واقع ما میتونیم به یک بینش درونی نسبت به خودمون برسیم. ما میتونیم یک دیاگرام درونی برای خودمون رسم بکنیم و متوجه بشیم که حالتهای غالب درونی ما چی هست. این دیدگاه همچنین به ما کمک میکنه که یک دیاگرامی از روابط خودمون با دیگران داشته باشیم. ما میتونیم رابطه غالب خودمون رو و اون الگوی غالب ارتباط خودمون با دیگران رو ترسیم بکنیم. میتونیم بفهمیم که چرا گاهی اوقات با دیگران در صلح و صفا هستیم و گاهی اوقات اوضاع اونقدرام که فکر میکنیم خوب پیش نمیره. دیدگاه تحلیل رفتار متقابل یک دیدگاه کاربردی، ساده و آزمون شده است. این دیدگاه به ما کمک میکنه که روابط خودمون رو در زمینه‌های مختلف بهبود ببخشیم. این دیدگاه اینقدر ساده و کاربردیه که همه جا میتونه به ما کمک بکنه. در ارتباط ما با همکارمون، در ارتباط ما با همشاگردیامون، در ارتباط ما با مشتریامون، ارتباط ما با فرزندانمون، با همسرمون، با پدر و مادرمون، همه جا که انسان‌ها زندگی میکنن و با هم ارتباط دارن، این دیدگاه میتونه کمک بکنه که روابط بین ماها تحلیل بشه و رابطه ما رو بهبود ببخشه. با استفاده از این دیدگاه ما میتونیم علت رخدادهای تکراری زندگی خودمون رو کشف بکنیم. اینکه چرا بیشتر اوقات جنسی رو به ما میفروشن که ما دوست نداریم. اینکه چرا دوستای ما رو ترک میکنن. اینکه چرا گاهی وقتا از ما سوء استفاده میشه. و اینکه چرا ما نمیتونیم دوستیمون رو با دیگران ادامه بدیم. با استفاده از این دیدگاه ما میتونیم علتهای این مسائل رو جستجو بکنیم و روابطمون رو اصلاح بکنیم. این دیدگاه به ما کمک میکنه که نمایشنامه زندگی خودمون رو بخونیم، اون رو بشناسیم. نمایشنامه‌ای رو که زمانی که ما آگاهی درستی نداشتیم خودمون برای خودمون نوشتیم. این دیدگاه به ما کمک میکنه که نمایشنامه زندگی خودمون رو دوباره بنویسیم. در نمایشنامه قبلی زندگی ما معلوم نیست که بازیگر درجه چندم بودیم. در نمایشنامه جدیدی که برای خودمون می‌نویسیم، ما بازیگر نقش اول،
کارگردان و یا حتی نامه نویس زندگی خودمون خواهیم بود. این دیدگاه کمک میکنه که ما به صلح درونی با خودمون و با دیگران دست پیدا بکنیم. این دیدگاه کمک میکنه که ما به دیگران بگیم I am okay, you are okay. من خوبم، تو هم خوب.